مثلا تو میتونی که یک نفر را بدی کنی. یک بار فکر کردی؟ اون بدی که در حق دیگران میکنی حتما به سر فرزندات میآید، یک روز نه یک روز. میگه پیش از اونی که در یک نفره به انگشت میزنی خوب فکر کن که فردا در تا به مشت میزنند. وقتی دل یک مؤمن میشکنی و میرنجونی، تو فکر کن که دلی تمام مردم شکستی. شاید در اون دلی که شکستی مهر خداوند خیلی زیاد باشد و خداوند به داد تمامی فریادهای با سکوت کردش برسد. بعضی کارها در هر دو دنیا جوابگری دارند، هم در این دنیا جواب میگی به سختی و هم در قیامت. ولی پروردگار بنده هایش که دوست میدارد خیلی هاشد در این دنیا رنج میده، برای مثلا خطا هاشون، برای یگان گناه هاشون. ما زیاد فکر میکنیم و بخت سوال میتیم که برای چی کسایی که مرا بدی کرد هنوزم خداوند با اونها نشان نداد، خداوند با اونها بد نکرد، اونها برعکس خوشبختن، لبخند میزنن، موفقن. برای چی؟ برای که شاید اونها از خداوند اونقدر غافلن و اونقدر از خداوند دورن که پروردگار رشته اونها را دراز میپرتاید.